خب ما بالاخره رسیدیم به هتل تو شیراز با این استانسی. خب هتل اوکی تر بود، فاضل رو ببخشم. اینو دیگه با هم دیگه میبینیم. 409 بودیم دیگه. اینو میبینیم 403. رو به خیابون. آره خدا رو شکر رو به این برم داده باز نمیشم. ما میسیم تا بیاد دیگه. ما بریم استراحت کنیم، بریم پایین چیزی بخوریم. فقط تو رو قرآن میخوام وسایلمون رو نبینه. یعنی دوست دارم وسایلمون رو ببینه. یه جوری وسیع زیاده نگاه تو رو خدا. خیلی ها که کندیم. اوه ببستم. آره اول بهش میکنه. بذار من قرد کنم. خب درد سرش میارزید. این همینجا گیر میکنه. آره اون همونجا میمونه. ولی من میارم بالا یه چیزی بخوریم خنک شیم بریم پاره بشیم. اینه که من دوست دارم فکر کنم با همون لباس ها. این همون که ویدیو دارم آمید میگیرم چون نمیدونم شیرازیم ما. داریم آماده میشیم موهام آماده میشیم بریم بیرون شیراز یکم خرید کنیم بعد دیگه برگردیم. خدا بخواد. شیرازیم داریم میریم آرامگاه حافظیه. خانم نازکتر از گل بهش نگید. یه وقت خانم بدش میاد دیدی که ببین رو زوم با خار و مادر بودم. میگم چرا اینجوریه. این پای منو اینقدر شلبانه تنگه. این جورم نارنجیم خیلی حالی شدم. تو ساعتی چند دقیقه سفرم؟ 10 دقیقه آره؟ اول که ترافیک باشه یکم از حافظه دقیقا اندازه که میدیم با این اندازه نمیدیم که دست برو سردی شما عکس نیستی یعنی همیشه کارات هست. چیکار کنم؟ قاطی فاقد پوشش اسلامی. ما پوشش اسلامی داریم. اینجا حافظیه شیراز. به به سعدی هم اینجا گفتیم مستقیم برم. داد بلیت بگیریم. آره بیا بگیریم وایسا بیا من کارت منم بگیر. نفری چقدر؟ سلام صبح کلاش خیلی قشنگه اصلا. یه حال دیگه به دست میده.
نه مبیناست جلومون خوشگله خیلی هست چاش خیلی نایسه وای بیست عشقم بیا اینجا یه دونه بیا اینجا بیستم اونو قطع کن لعنتی رفت بابا کیه در میزنه اینجا بازاره بله هم سرای مشی مسجد بکی حمام بکی و بازار میریم شما اینجا وای بله من خب تلفن هم دارم خیلی خوشگله خیابانه نه خیلی وای خیلی قشنگه این که خوشگله اینجا یه گرجه این گیلی گیلیه چیه؟ حالا خونه تو حرف زدیم بازار داریم توش آره دیگه تو بازار داریم نه اینجا اینجا یاسی امروز جنگ دارم جنگ آره نه خوراکی هست ما خوراکیامون رو خریدیم از بازار جنوبی بدرکی جنوبی اومدیم تو شمالی دیدی؟ خوراکیامون که گرفتیم نیاز چیزای دیگه این رنگی پنگی بازار رو خوش آمد چینگو چینگ مبینه داره عکسای یادگاریشو میگیره اینجا بودیم دارم میخوام وسایلمون رو ببینید اینا با تازه یه عالمه وسایل جا کردن و اومدم واسه عکس اینم کولم باید کنم بریم وسایلامون اینا چیزای شیراز اگه خدا بخواد بالاخره داریم برمیگردیم سر خونه و زندگیمون خدایا انشالله که بریم بالاخره اومدیم رسیدیم غذا بخوریم کلم پلو شیرازیشون رو نخوردیم راجع کلم پلو شیرازی خیلی به ما گفته بودم بعد ما گفتیم حتما لحظه آخرم شده تو فرودگاه هم شده تستش کنیم دیگه این چیزا آها ما 2 نفریم 3 تا برامون زده بودن هم جالب بود دیگه همین دیگه فعلا آها ترشیامون با ما 3 ساعت ترشیامون رو قایم کردیم دیگه نمیخورمش همون شدیم بخورم ما ترشیامون رو قایم کردیم که بهمون گیر ندن تو خوراکیامونه و تا رسیدیم اونجا هم مبینه اینجوری کم خب اینا خوشبانه ترشی که
50,000 فشار شد تو گلوش گیر کردی با 450,000. حالا ما نمیتونم توصیف کنم. ما نشستیم بعد 3-4 روز تو راه بودم بالاخره مثل این که داره میشه. چه دیگه اشغال برای فرست کلاس دارم. فرست کلاس اینه بای بای. حالا اکونومی پرواز چیز بچه های باشگاه پرسپولیس رو همه دوشم قرمز این نقطه‌ای. با این وضعیت اومدیم سرگرمی مبینا از تو شیراز خریدیم و بازار زند شیراز